سلام دوستان، من امین‌نژاد هستم. خوش اومدید به این ویدیو. قبل از ویدیو لطفا چنل رو ساب و لایک کنید. امروز اومدیم با ویدیوی بویا پس های آینده های نزدیک فری فایر و خوشم میشم که کامنت بذارید، لایک کنید و چنل رو ساب کنید. بزن بریم و ویدیوهای جدید بیشتری هم میذارم تو این چنل. بزن بریم. و الان بویا پس بعدی قرار به این صورت باشه و میبینید که ستو زن نشین. شبیه یه دونه سیزن بود، یادم رفته اونو. اپو شخصنشه، لوت باکسشه و بنر ماشین لوت باکس خیلی خوشگلیه این. خیلی باله این لوت باکسه و اسکیت اسکیت بال نی. این آواتارشه. بکپکشه، بکپکش بالش پهبادا میمونه. اینکشه به 599 تا چین خدایی نمیارزه. نیدشه و اینم از یخش. جو انیمیشنی روش و اینم ست مردونشه. شلوارش زیاد جالب نی ولی ستش خوبه. شلوارش زیاد جالب نی. این بویاپاسی که شاید مثلا 2 ماه دیگه بیاد بعد از همین بویاپاس قبلیه. این چیا داره؟ این بویاپاس قرار خیلی خفن باشه، چون من با ستش خیلی حال میکنم، چون حالت انیمیشنی طوره. بعد دنسش ستش بویاپاس سومین بویاپاس که میخواد بیاد صورت جنگلی مونه. فکر بکپکه یا نیده. این لوت باکس گان خوشگلی خدایی. بکپک اسکیتشه خدایی خوشگله. اینم یخشم باله. بس ستشه، ست مردونش. و 4 بویاپاس که قراره بیاد نیدشه لول 3 بهتون میده. خب اینم لوت باکسشه. لوت باکس به صورت نودلیه. این گان اسنایپه. اینم بکپکه. شد بکپک بال اشباهی. اسکیتشه فرغونه. دنس و کارکترش. اینم خیلی باحال ستش. دوستان اینم از ویدیو اول چنلمونه و آخرای ویدیو. خوشحال میشم که چنل رو
ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. ممنون میشم. بای.